در تاریخ 7 آبان ماه سال 1397 اتفاقات عجیب و هولناکی توی یکی از ویلاهای رامسر رخ میده. شیوا و نسترن دو تا دختر جوون 27 ساله به همراه دوست پسراشون یعنی شهاب و آرش برای خوشگذرونی به مازندران و بعد اطراف رامسر میرن. اونا برای اینکه بتونن راحت‌تر با هم خوش بگذرونن برای خودشون یه ویلا از یه املاک اجاره میکنن و اونجا مشغول به تفریح و خوشگذرونی میشن. مدتی بعد آرش و شهاب به رفتارهای این دو تا دختر مشکوک میشن. انگار که این دو تا دختر زیاد از حد توی خودشون بودن و ناراحت به نظر میرسیدن و سعی داشتن که یک چیز رو از این دو پسر مخفی کنن. اونها شروع به گشتن وسایل دخترها میکنن و در کمال تعجب میبینن که یک سری کاندوم و قرص جلوگیری داخل وسایل اونهاست. اونها احتمال میدن که شیوا و نسترن دارن به اونها خیانت میکنن. این دو نفر شروع به سوال پرسیدن از این دو تا دختر میکنن، اما اونها همه چیز رو انکار میکنن و به ناچار وقتی که آرش و شهاب کاندوم و قرص ها رو به اونها نشون میدن، دو تا دختر در حالی که گریه میکردن میگن ما تقصیری نداریم و بیگناهیم، همش تقصیر اون صاحب املاکیه. با دوستاش زمانی که شما داخل ویلا نبودین اونا اومدن سراغ ما و به ما تجاوز کردن، حتی ما رو تهدید کردن که اگه به کسی حرفی بزنیم ما رو از ریخت و قیافه میندازن. آرش و شهاب به سراغ کوروش صاحب املاکی رامسر میرن و قضیه رو برای اون تعریف میکنن و اون رو به همراه دوستاش بردیا و خسرو به ویلا میارن. کوروش میگه درسته ما با این دخترها بودیم، اما این دخترها خودشون به ما گفتن که بیاین با ما باشید و اصلا میل نداشتم که باهاشون رابطه جنسی برقرار کنم. از بس بهم اصرار کردن مجبور شدم و به دوستام گفتم و اومدیم سراغشون. شیوا و نسترن با حالت بهت و ناباوری به کوروش خیره بودن و مدام اصرار داشتن که اون داره دروغ میگه. شهاب و آرش که تازه با شیوا و نسترن آشنا شده بودن ترجیح میدن که خیلی مسئله رو کش ندن و به کوروش و دوستاش اجازه رفتن میدن و رابطهشون رو با اون دو تا دختر به هم میزنن و شهاب و آرش با هم به تهران برمیگردن و بعد از مدتی شیوا و نسترن هم خودشون به تنهایی به تهران میان. این ماجرا همینطور باقی میمونه تا اینکه اتفاق عجیب و پیچیده‌ای رخ میده. سروش و ماکان دو تا دوست صمیمی بودن که از بچگی با هم بزرگ شده بودن و تصمیم داشتن که با هم زنهای آیندهشون رو انتخاب کنن و با هم زندگی کنن. بالاخره بعد از مدت‌ها هر دوشون دو تا دختر پیدا میکنن و به فاصله یک ماه با اون دو تا دختر ازدواج میکنن. بهار همسر سروش و مژگان همسر ماکان بوده. این دو زوج جوان برای اینکه بتونن ماه عسل خودشون رو بگذرونن تصمیم میگیرن که با همدیگه برن مازندران و اطراف رامسر گشت و گذار کنن. از قضا اونا همون ویلایی رو کرایه میکنن که شیوا و نسترن به همراه دوست پسراشون توی اون ویلا بودن. یه مدتی که از اومدن این تازه عروس دامادا میگذره اختلاف بین عروسا زیاد میشه. مژگان دائم با بهاره به مشکل برمیخورده و اون معتقد بوده که بهار کار نمیکنه و حتی نظافت ویلا رو هم رعایت نمیکنه. تلاش‌های ماکان و سروش هم برای برقراری صلح بین تازه عروس‌ها با شکست مواجه میشه و به ناچار بهاره و سروش برای تموم شدن درگیری و اختلاف‌ها به ویلای دیگه‌ای نقل مکان میکنن. حدود یه هفته از اومدن تازه عروس دامادها به رامسر میگذره و سروش و بهاره به تهران برمیگردن، اما خبری از مژگان و ماکان نبوده. خانواده هر دو نفر به شدت ابراز نگرانی میکنن و وقتی که سراغ اونها رو از سروش و بهاره میگیرن اونها هم ابراز بی‌اطلاعی میکنن. خانواده‌های ماکان و مژگان سعی دارن که با اونها تماس بگیرن، اما موبایلشون خاموش بوده و این به نگرانی‌های خانواده‌ها اضافه میکنه. 3 روز از بیخبر بودن خانواده‌ها میگذره و اونا هر جا که احتمال میدن بچه‌هاشون رفته باشن رو بررسی میکنن، اما خبری از اونها نبوده. سرانجام خانواده‌ها برای پیدا شدن بچه‌های خودشون به اداره آگاهی منطقه 1 تهران مراجعه میکنن و بعد از رفتن به پیش مأمور بخش تحقیق و تجسس داستان رو شهر میدن و میگن ماکان و مژگان تازه با هم ازدواج کرده بودن و به نظرم با هم خوب بودن. هیچ وقت سابقه نداشت که اونها ما رو بیخبر بذارن و تا 3 روز پیش مرتب ما از اونها خبر داشتیم و میدونستیم که چیکار میکنن، اما از حدود 3 روز پیش ما دیگه نتونستیم با اونها ارتباط بگیریم. تلفن‌های هر دوشون خاموشه و کسی هم از اونها خبر نداره. سروش و بهاره هم که با اونها رفته بودن خیلی سریع برگشتن و اونها هم ازشون بیخبر بودن. مأمور بخش تحقیق و تجسس اداره آگاهی منطقه 1 تهران به دقت گفته‌های خانواده ماکان و مژگان رو ثبت میکنه و از اونها میخواد که پلاک ماشین و تصاویر اونها رو برای بررسی و تحقیق بیشتر در اختیار مأمورین بخش تحقیق قرار بده. مأمور کشیک پرونده رو در اختیار بازپرس قرار میده تا دستور بررسی پرونده صادر بشه. بازپرس پرونده برای مشخص شدن دلایل اختلاف بین عروس دامادها به سراغ سروش و بهاره میره و شروع به سوال پرسیدن درباره ارتباط اونها و دلیل اختلافشون با هم دیگه میکنه. سروش میگه من و ماکان با هم رفیقای قدیمی بودیم و همیشه کنار همدیگه بودیم و هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشدیم. تصمیم داشتیم که با هم ازدواج کنیم و بابت همین من بهاره رو پیدا کردم و ماکان هم مژگان رو. اول من و بهاره عروسی گرفتیم و 1 ماه بعد ماکان و زنش.
ما قرار گذاشتیم که ماه عسلمون رو با هم بریم تا بیشتر بهمون خوش بگذره. اما برخلاف من و ماکان، بهاره و مژگان اصلا با هم نمیساختن و سلیقه‌هاشون یکی نبود. ما خیلی تلاش کردیم که بین خانومامون صلح رو برقرار کنیم، اما فایده نداشت. دعوا بین بهاره و مژگان زمانی بالا گرفت که اونها سر آشپزی و نظافت ویلا به مشکل برخوردن و درگیری این دوتا اونقدر زیاد شد که من ناچار شدم به ماکان بگم که جدا میشم و میرم یه ویلای دیگه میگیرم. ماکان هم منو درک کرد و ما از هم جدا شدیم. ما یه مدت که شمال بودیم تصمیم گرفتیم که برگردیم تهران و منم هر چقدر به ماکان زنگ زدم جواب نداد و چون بهاره هم با مژگان به مشکل خورده بود اجازه نداد که من اصلا سمت ویلای اونا برم و ما یه راست برگشتیم. من فکر میکردم که ماکان برای اینکه ازش جدا شدم ازم ناراحته و بابت همین جواب تلفنم رو نمیده، اما الان که فهمیدم جواب خانواده‌اش رو هم نداده خیلی بیشتر نگران شدم. ولی باور کنید من ازش خبر ندارم. بهاره همه اظهارات سروش رو تایید میکنه و به نظر میرسه که زوج جوان حقیقت رو گفتن. بازپرس پرونده از سروش آدرس ویلا و آدرس املاکی که ویلا رو ازش اجاره کرده بودن رو میگیره. اونها با هماهنگی مامورای اداره آگاهی مازندران از بازپرس اونجا میخوان که بررسی تحقیقات خودشون رو آغاز کنن. مامورای اداره آگاهی رامسر به سراغ کوروش میرن و از اون درباره ماکان و مژگان میپرسن و اون میگه این دوتا الان 3 روزه که از ویلا رفتن و اصلا خبری ازشون ندارم. اومدن کلید ویلا رو به من تحویل دادن و بعد هم تصفیه حساب کردن و رفتن. مامورای بخش تحقیق و تجسس از کوروش میخوان که ویلا رو برای بازرسی و تحقیق بیشتر در اختیار مامورا قرار بده و اون هم همین کار رو انجام میده. مامورا وقتی که به سراغ دوربین‌های مداربسته ویلا میرن متوجه میشن که دوربین‌ها از مدار خارج شدن و هیچ تصویری رو ضبط نکردن. وقتی که مامورا از کوروش درباره این موضوع سوال میکنن اون میگه واقعیت کسایی که میان ویلای من همشون یا دوست پسر دوست دخترن یا تازه عروس دامادن و آتششون هم زیاده و کلی اینجا بریز و بپاش میکنن. خودشون از من میخوان که دوربین‌ها رو از مدار خارج کنم تا اونها با هم راحت باشن و هیچ تصویری هم از اونها در دست نباشه. نه تنها من، همه کسایی که اینجا ویلا کرایه میدن و این دور و برا زندگی میکنن اوضاع دوربین‌های مدار بسته‌شون همینطوریه و این دوربین‌ها بیشتر تنبیه تزئینی دارن تا کار کردن. مامورای بخش تحقیق و تجسس به گفته‌های کوروش مشکوک میشن و سپس برای به دست آوردن مدارک بیشتر به سراغ دوربین‌های ویلاهای اطراف میرن. اما در کمال تعجب یکی از دوربین‌های ویلای همسایه که به ویلای کوروش هم مشرف بوده تصاویری رو از داخل ویلا ثبت کرده. طبق گفته‌های کوروش ماشین ماکان از ویلا خارج شده اما سرنشینای اون ماکان و مژگان نبودن، بلکه 3 تا مرد جوون بودن که تصاویر اونها هم به وضوح دیده نمیشه. پرونده وارد جریان پیچیده‌تری میشه. نیروهای آگاهی برای یافتن ماشین ماکان شروع به بررسی تمام دوربین‌های راهور و راهنمایی رانندگی میکنن و بعد از رصد دوربین‌ها مشخص میشه که ماشین در اختیار مردی به نام جعفر که قهوه‌خونه‌ای توی رامسر داره. مامورای بخش تحقیق و تجسس به سرعت به سراغ جعفر میرن و اون رو برای بازجویی به اداره آگاهی رامسر منتقل میکنن. بازپرس پرونده در رامسر از جعفر درباره چگونگی به دست آوردن ماشین سوال میکنه و اون میگه واقعیتش من برای کارم نیاز به یک ماشین داشتم اما پولم کم بود. یه روز یکی از دوستام یه نفر رو بهم معرفی کرد و گفت فلانی یه ماشین خوب و تمیز داره که زیر قیمت میده. تنها مشکلی که داره ماشین سند نداره و همینطوری ماشین رو میفروشه. حالا اگه تو میخوای بیا بریم برات معامله کنیم. من که ماشین مثل عصای دستم بود مخالفت نکردم و قبول کردم و با دوستم و اون مرد رفتیم پای معامله و من ماشین رو زیر قیمت خریدم. بازپرس پرونده از جعفر میخواد که اطلاعات دوستش رو به مامورا بده و مامورای بخش تحقیق و تجسس اتومبیل ماکان رو توقیف و به پارکینگ منتقل میکنن. مامورا به سراغ دوست جعفر رسول میرن. رسول در حالی که خیلی ترسیده بوده برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل میشه. بازپرس پرونده در رامسر از رسول درباره کار اون سوال میکنه و اون با ترس و استرسی که کاملا مشهود بوده میگه واقعیت من کارم اینه که اجناس یا وسایلی که مشکل دارن یا سند ندارن رو پیدا میکنم و براشون مشتری پیدا میکنم و میفروشم و از صاحباشون هم برای خودم یه پولی میگیرم. این ماشینم مثل بقیه ماشینایی که میومد زیر دستم بود. یه روز یه جوون اومد پیشم و گفت یه ماشین دارم دزدیه و سندم نداره، میخوام برام آبش کنی، پول خوبی هم بهت میدم. منم قبول کردم و ماشین رو فروختم به دوستم جعفر و خودم هم 10 میلیون تومان سود کردم. مأمور بازپرس درباره اطلاعات هویتی اون جوون از رسول سوال میکنه اما رسول میگه اون هیچ اطلاعاتی در اختیار من نذاشت و فقط به من پول داد و گفت که همه کارا به دست خودت و به نام خودت باشه. من فقط چهرهش رو یادمه. مأمورای تیم تشخیص هویت رسول رو برای پیدا کردن چهره اون فرد به قسمت چهره نگاری منتقل میکنن و در کمال تعجب بعد از تموم شدن چهره نگاری مشخص میشه که اون چهره متعلق به کوروش یعنی همون املاکیه بوده. بازپرس پرونده رسول رو به دلیل قاچاق کالا به بازداشتگاه منتقل میکنه و برای اون پرونده جداگونه‌ای رو تشکیل میده. مأمورای بخش تحقیق و تجسس به سراغ کوروش میرن و اون رو برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل میکنن. همزمان با این موضوع نیروهای آگاهی برای تحقیقات بیشتر به سراغ اهالی محل ساکن در اطراف ویلای کوروش میرن و از اونها درباره رفتار و
و نحوه عملکرد کوروش میپرسن و اهالی محل هم میگن که این کوروش اصلا آدم درستی نیست. معمولا ویلاها رو به دختر پسرهای جوان و خوشگل اجاره میده و بعدش هم خودش و دوستاش میرن توی ویلا و چند وقت بعد هم بقیه اعضای ویلا میزنن بیرون. کارش همیشه همینه و کسی نمیتونه مانعش بشه. بازپرس پرونده به سراغ کوروش میره و تمام گفته‌ها و شواهد و مدارک که علیه اون بوده رو در اختیار کوروش میذاره و اون رو مجبور به اعتراف میکنه. کوروش وقتی میبینه نمیتونه چیزی رو انکار کنه، در اظهارات خودش به همه چیز اشاره میکنه و میگه که این دومین بار بود که همچین اتفاقی افتاد. من تازه اینجا به شغل املاکی مشغول شدم و کاروبارم خیلی خوب نبود. کم کم دستم روونتر شد و ویلاها رو اجاره میدادم. اما 2 بار یک سری اتفاقات افتاد که من گند زدم. بار اول 2 تا دختر و 2 تا پسر که با هم دوست بودن اومدن پیش من و ویلا رو ازم کرایه کردن. دخترها خیلی خوشگل بودن و من وقتی که دیدمشون حسابی تحریک شدم. هر کاری میکردم از فکر دخترها بیرون نمی اومدم تا اینکه تصمیم گرفتم که موقعیت جور کنم و برم سراغ دخترها و کلکشون رو بکنم. به 2 تا از دوستام گفتم که بیان و اونها هم قبول کردن. یه مدت ویلا رو زیر نظر داشتم تا اینکه یه روز 2 تا پسر به بهونه خرید رفتن شهر و من نمیدونستم که دیر میان. دوستام از قبل وسایل جنسی گرفته بودن برای خودشون، اما من دلم میخواست لذتش رو برای خودم چندین برابر کنم. رفتم زنگ ویلا رو زدم و گفتم که برای چک کردن کنتور آب اومدم و دخترها هم در رو باز کردن. من با بردیا و خسرو رفتم داخل ویلا و وقتی که دخترها ما رو دیدن حسابی ترسیدن. میخواستن جیوداد را بندازن که ما رفتیم سمتشون و مانع شدیم. به زور 2 تاشون رو بردیم توی اتاق خواب و بردیا و خسرو با یکیشون به زور رابطه جنسی برقرار کردن و منم با یکی دیگه شون رابطه برقرار کردم. بعد از تموم شدن کارامون من تهدیدشون کردم و گفتم اگر به کسی بگین با اسید از قیافه میندازم. بعدم از ویلا زدیم بیرون. یه روز بعدش دوست پسراشون اومدن سراغم. منو بردن ویلا و درباره قضیه پرسیدم، اما من زدم زیر همه چی. گفتم خودشون می‌خواستن. مدام دور و بر من میپلکیدن و میگفتن دوست پسرام بی‌عرضن و نمیتونن ما رو ارضا کنن. تو بیا و دوستتم بیار تا با ما باشن. منم که دیدم ولکن نیستن قبول کردم و با دوستم اومدم سراغشون. دخترها تعجب کرده بودن که من این حرفا رو میزنم، اما ظاهرا پسرها باور کردن و چون حوصله دعوا و کشمکش نداشتن به من گفتن که برم و بعدش ویلا رو تسویه کردن و رفتن. این ماجرا همینجور مون تا اینکه اون عروس و داماد اومدن ویلا رو از من کرایه کردن. یکی از عروسا خیلی خوشگل بود و من از لحظه اول که دیدمش از خودم بیخود شدم، اما چون شوهراشون مدام پیششون بودن و از طرفی 4 نفرم بودن کار برای من سخت شده بود. نمیدونم چی شد که یکی از عروس دامادا زدن به تیپ و تار هم و قهر کردن و اومدن مدارکشون رو ازم گرفتن و بعدم از ویلا رفتن. من که از خودم بود این اتفاق بیفته و از قضا دختر خوشگلم توی ویلا بود. دوباره به بردیا و خسرو گفتم و اونا هم اومدن و ما باز با هم دیگه یه برنامه چیدیم تا بریم سراغ این 2 نفر و کلکشون رو بکنیم. من به بهانه چک کردن کنتور آب رفتم توی ویلا و بعد از اینکه با شوهر دختره خوشوبش کردم، بردیا و خسرو اومدن داخل و با چوب زدن توی سر پسره و اون رو بیهوش کردن. دختره همون بود و اصلا متوجه نشد که ما اومدیم توی ویلا. ما پسره رو لخ کردیم و بردیمش پشت ویلا و به درخت کنار استخ بستیمش. دخترم از همون اومد بیرون و فقط لباس زیر تنش بود و با دیدن ما جا خورد و سعی کرد با دست خودش رو بپوشونه و به ما گفت شما اینجا چیکار دارین؟ ما 3 نفری داشتیم به سمتش میرفتیم و دختره ترسید و سری رفت توی یکی از اتاقها و در رو قفل کرد. گوشیای جفتشون روی میز بود و من گوشیاشون رو خاموش کردم. من و بردیا و خسرو رفتیم پشت در اتاق و به زبون خوش گفتیم دختر جون در رو باز کن، ما کاری نداریم. دختره هی داد میزد از اینجا گم شیم بریم. ما که دیدیم در رو باز نمیکنه، ستایی اونقدر به در زدیم که در شکسته شد و باز شد. دختره مثل بید میلرزید و ما رفتیم سمتش اون رو مهار کردیم و بردیمش پشت ویلا و منتظر شدیم تا شوهرش به هوش بیاد و اونم شاهد باشه. یکم بعد که شوهرش به هوش اومد گیج و منگ بود و تا ما رو دید که زنش رو به زور گرفتیم و داریم اذیتش میکنیم ترسید و داد زد و گفت بی‌ناموسا ولش کنین. ما اما دختره رو به زور آوردیمش توی استخ و کل لباسش رو در آوردیم و باهاش شنا میکردیم و کلی اذیتش میکردیم و بهش تیکه مینداختیم و اونم گریه میکرد. شوهرش مدام به ما فوش میداد و میخواست یه جوری خودش رو خلاص کنه ولی نمیتونست. مدام به ما فوش میداد و میگفت مگه شما مرد نیستین؟ آبرو سرتون نمیشه که زن مردم رو اینجا آوردین و این بلا رو سرش میارین؟ اگر از اینجا خلاص بشم زنده‌تون نمیذارم. ما با خودمون مشروب آورده بودیم و تا خرخره به زور به دختره مشروب دادیم و بعد از اینکه حسابی مستش کردیم جلوی شوهرش یکی یکی بهش تجاوز کردیم. شوهر داشت میسوخت و داد و بیداد میکرد و میخواست طوری خودش رو نجات بده، اما فایده نداشت. کار ما که
تموم شد من خوف داشتم. میدونستم که 2 دختر قبلی حتما از من شکایت میکنن و از طرفی هم چون این دختره و شوهرش هم چهره ما رو دیده بودن من خیلی میترسیدم. تصمیم گرفتم که جفتشون رو بکشم. بردیا و خسرو مخالف این کار بودن، اما من به اونها گفتم اگه من گیر بیفتم حکمم اعدامه و شما هم چون به این دختر تجاوز کردین حکمتون همینه. بیاین با هم خلاصشون کنیم. کسی هم نمیفهمه که کار ما بوده. اونا هم راضی شدن و ما جفتشون رو با سیم خفه کردیم و بعد با ماشین خودشون جنازه‌هاشون رو بردیم توی جنگل و دفن کردیم. من برگشتم و صحنه سازی کردم تا همه چیز رو عادی جلوه بدم و بگم که بیخبر و بیگناهم، اما گیر افتادم. بازپرس تمام اظهارات کوروش رو ثبت میکنه و آدرس محل سکونت بردیا و خسرو هم از اون میگیره و به سراغ اونها هم میره. اون 2 نفر هم حرفای کوروش رو توی اداره پلیس تایید میکنن. بازپرس از کوروش محل دفن ماکان و مژگان رو میپرسه و سپس با تیم تحقیق و تیم آتش نشانی به اونجا میره و بعد از حفاری جنازه زوج جوان پیدا میشه و برای بررسی و تحقیقات بیشتر پزشکی قانونی منتقل میشه. گزارش کارشناسان پزشکی قانونی حاکی از این بوده که ماکان به دلیل خفگی جون خودش رو از دست داده و مژگان هم به دلیل خفگی، اما بدن مژگان به شدت آسیب دیده و کوفته و زخمی بوده. آلت تناسلی اون هم به طرز عجیبی آسیب دیده بوده و سینه‌هاش زخمی و کبود بودن که این نشان دهنده رفتار وحشیانه 3 مرد متجاوز بوده. بازپرس اداره آگاهی رامسر پرونده رو تکمیل میکنه و شواهد مدارک موجود رو به اداره آگاهی منطقه 1 تهران منتقل میکنه. از طرفی 3 مرد متجاوز برای بررسی صحنه جرم محل وقوع جرم برده میشن و تمام صحنه‌ها رو بازسازی میکنن و بعد از اون به زندان تهران منتقل میشن. از طرفی بازپرس پرونده تهران اطلاعات هویتی شیوا و نصرن رو هم پیدا میکنه و به سراغ اونها هم میره و داستان رو برای اونها شرح میده و اونها هم از کوروش و دوستاش شکایت میکنن و با قرار دادن شکایت ها داخل پرونده بازپرس پرونده رو به دادگاه ارجاع میده. زمان رسیدگی به پرونده هم میرسه و کوروش و دوستانش در جایگاه تمام اتفاقات افتاده رو دوباره شرح میدن و خانواده زوج جوان به قتل رسیده و شیوا و نصرن درخواست اشد مجازات رو میکنن. این وسط کوروش و دوستاش در جایگاه تک به تک حاضر میشن و توی اظهارات خودشون جزئیات ماجرا رو تعریف میکنن، اما بردیا و خسرو در جایگاه به هیچ عنوان اتفاقات افتاده رو گردن نمیگیرن و اعلام میکنن که این کوروش بوده که باعث شده تا اونها هم توی این ماجرا دخالت داشته باشن. بردیا و خسرو توی اظهارات خودشون در جایگاه به این قضیه اشاره میکنن و میگن که کوروش اونا رو گول زده و بهشون وعده‌های تو خالی داده و برای اینکه تنها نباشه و گیر نیفته اونها رو با خودش همراه کرده تا به اون 2 دختر و تازه عروس که روشون نظر داشته دسترازی بکنه. بردیا و خسرو میگن که به هیچ عنوان راضی به این نبودن که عروس و داماد رو به قتل برسونن و این کوروش بود که همچین چیزی میخواست و میگفت اگه اونا زنده از اون ویلا بیرون برن مطمئنا ما رو لو میدن. قاضی پرونده اما در نهایت به دلیل تجاوز به عنف و تجاوز به دخترهای جوان این 3 مرد رو به اعدام و 90 ضرب شلاق و پرداخت دیه به شیوا و نصرن محکوم میکنه. به این ترتیب این پرونده هم با رسیدن متجاوزان به سزای اعمالشون به پایان میرسه. امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم. همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو هم مشاهده بفرمایید.